خدمت وطن برای هر یک فرد تاجیک این باید ضرور است که ما باید خدمت کنیم، وطن خود را صاحبی نماییم. برای آنکه ما باید پشتیبان وطن شویم، جوانان یاش، یا اینکه خانیم یا اینکه خدمت وطن را کنیم. از خدمت وطن گریختن ممکن است. باید ما خدمت نماییم. ما وقتی که با دعوت آرمیا می رفتیم، آن وقتی جنگ برادرکشی بود. برای خاطر این ما وجدان نمی برداشت با آرمیا رویم. نه که امروز من میخواهم که نوجوانان آرمیا روان خدمت وطن کنند که آینده دولت است. خدمت حربی بسیار خوب حاضر برای مانده شدگی، لیکن کم کم همون ولی چی میگن با زبان روسی دیدوشینه ولی هستو خیلی باید قماندانو راهویو تربیت بچه‌های براهمانان خوب همینو از بین رود و آینده خوب میشه. من درباره همه آرمیا ابلاوا گفتنیام که همه ابلاوا رو ابان گیرن. کاشکی هم آدمایی که در هم بالا میشینه همش میدونن. همینا باید به یک مقصد بیان که همینا گیرن مبلغ کنن با همین آرمی پولکی شوا تا $3000 من به همین اکو خلاصه منه همین $3000 که کنن کسی که خدمت نمیکنه کدوم که نمیکنه روا مبلغ از سپورا یک بانک جداگانه کنن. همون بانک فقط برای آرمیا برای خدمت و سمت همون رفته مبلغی که درم جمع شوا برای خورد خوراکی همون خدمتگارو برای مثال لباسشون بهترین میشه. اگر شرایط امکان داشته البته خدمت کردن میخواستیم. مثلا خیلی روزی بسیاری بچه‌ها میگن درباره خدمت کردن که وقتی که خدمت میکنن شرایط لباس و پوشاک نااونقدر خوبتر است میگن. ما خدمت کردن داوای میگن که میخوایم هم دولت خدمت در خدمت کنیم. همه وقت دولت یا رسانه باشیم در شهروندان همچون. راضی هستیم. برای اون مجبوری برده میشن به صف قوه‌های مسلح که همه روحیه جوانو روحیه یعنی وطن دوستی اونها برقرار نشده است. اون روزهایی که ما از سر گذراندیم یعنی سالهای جنگ‌های بگیم برادرکشی ما روحیه ملت ما را عالی برقرار نکرد. سبب اساسی به صف قوه‌های مسلح نرفتن این خنک نظری خود مقامات‌های دولتی است که در همونجا کارهای مشخص خودشون نمیبرند. یعنی وقتی که عسکر از خدمت حربی میاد با جوره خودش نقل میکند که مرا در اونجا میزدن، مرا در اونجا با بسیار کارهای متهم دیگر کارها میکردن، هیچ کس خواهانی در خدمت کردن در میل نمیخواهد که به اونطور اولش که خشم را خدمت کنن ما رفتیم خدمت کردیم ما توی دادیم خدمت کردیم خدمت ما نغز بود میخروندن میپشوندن همه طرفه همینجا هم بچه را نغز اونجا وای کنن نگاه کننشون خدمت کنن مردک شده بیان ایجاب نه فکری ما همی و ابلاوش مسئله ابلاوش هکر کمتر این کم بودیه پیش همه باید هر یک جوان هر یک کس باید در خدمت کنه. خدمت فرضه قرضه لیکن خدمت به طور مجبوری نه. مجبوری باید خدمت نباشد. ابلا وقتی این نکن ابلاوش آدمای وایو چیز میگه بعضی با تاثیر ماهی دارد لیکن برای خدمت خودی وای چیز خلق با فکر همین جوانو تیار نیست. برای اینکه سیاست همین ممکن نرسید است.